آقای دکتر بزنبهادر، دلم خونه این مشنگی که به اسم نماینده آقا محمود میفرستنش تو مجلس شعورش نمیرسه که ما باید خودمونو تو حالت وحدت و همه چی خوبه نشون بدیم. مشنگ نمیفهمه که چکی که میخوابونه تو گوش نماینده مجلس ضررش به کل نظام میرسه، انگار خوابونده باشه تو گوش خود مقام عظما. تو دیگه کی هستی این وسط؟ طرف اصلا چکر رو زده که بخوابونه تو گوش مقام عظما، مصداق بارز زورش به خر نمیرسه، پای کر خر رو میشکنه. آی دکتر، این توهین به مقام عظما جای یه دعوای مفصل داره، ولی چون مشت و لگد این دعوا هم به بناگوش مقام عظما وارد میشه، من از حق طبیعی و مسلم خودم میگذرم و از پاسخ قشنگتون تشکر میکنم. ولی از یه چیزش نمیتونم بگذرم، اونم این که به مجلس گفته حیوان خونه. اگه بدونین چقدر نامه اعتراضی برامون اومده، چون حیوان خونه معنیش مشخصه، یعنی باغوش. به مجلس میگه باغوش. اشتباهش همینجاست، در اشتباهش تو شریک هستی با همه اونایی که در سراسر جهان همین اشتباه رو کردن. برای منم خیلی نامه اعتراضی اومده، کلی از باغوش‌های جهان اعتراض کردن، ولی من قانعشون کردم. گفتم اتفاقا تو زبون ما حیوان خونه اصلا معنی باغوش نمیده، ناراحت نشی، مجلس رو با شما مقایسه نکرده. حیوان خونه یعنی طویله، برای من این بحث داخل نظامه، خانوادگیه، به شما مربوط نمیشه. آیه دکتر، به خاطر اهمیت سقوط بازار ارز نظام و رکورد جدید 30 ساله که زدیم و شکوندیم و قیمت دلار رو رسوندیم به 1600 تومان، میخواستم من یه برنامه را بندازم عین 4 استراتژی، اسمش هم بذاریم 4 اقتصادی نظام. در مورد متخصصی که باید بیاد تو این برنامه هم من گفتم گردنم بره از دکتر بزنبهادر کوتاه نمیاد. ولی آقای صادق محصولی گفته که من خودم هستم، دکتر رو لازم نداریم. مشکل بیسوادیش هم قرار شده با مطالعه حل فصل بکنه. آب که سر بالا بره قورباغه هوی متال میخونه. تو میدونی فرق محصولی چیه؟ اینجای سرش آقای دکتر. آفرین. مطالعه‌ای که میخواد بکنه صاف بخوره همونجای سرش که گفتی. مرحوم عووی همیشه میفهمودن بزنبهادر، عرض کردم بله، میفهمودن که شوته میره کتابخونه کتابشو پس بده. میگه کتاب خوبی بودا، شخصیت زیاد داشت، اما نمیدونم چرا داستان نداشت. کتاب داره بهش میگه پس اون اولاغی که دفترچه تلفن ما رو برده بود تو بودی؟ مشنگ. دکتر فرمودین اولاغ. این روزا من یادم افتاد که داره مانور بستن تنگه هرمز رو انجام میدیم. نامه‌های زیادی از برادرها و پاسدارای بسیجی مانوری رسیده و از این راهنمود استراتژیکی شما در مورد مانور تشکر کردن. مثلا نوشتن که آی دکتر، دشمن فرضی خیلی زبونه، ما هر بار که مانور میکنیم با چند تا کشته و مجروح دشمن فرضی رو میخکوب میکنیم. قربون شما درد نکنه. منم به نوبه خودم میخکوب شدم از شدت شعور این بسیجی که چشم آدم رو درد میاره. البته بستن تنگه استراتژی نمیخواد، خود سردار فیروزآبادی یه تنه برای بستن تنگه هرمز کافیه. وقتش که رسید ایشون رو تو تنگه جاسازی میکنیم تا ببنده. مثل چی؟ مگه ایشون مرده که بخوایم کارهای دیگه بکنیم؟ آیه دکتر، از اتاق فرمان اطلاع میدن که اون برادر بسیجی که الان گفتین تماس گرفته، گفته من پاسخیه که دکتر داد قانع نشدم ازش. آفرین، سریع بهش بگن که گوشی رو نگه داره، من باید قطع کنه. الان برنامه رو تموم میکنیم، خودم تلفنی مسئله رو باهاش حل و فصل میکنم. دکتر همینجا بگی که همه استفاده کنن. نه، تو تلویزیون نمیشه گفت، حتما باید با شخص خودش صحبت بکنم. چرا آقای ببین دکتر؟ تو بحث منطقی از یه جایی به بعد بحث کردن دیگه فوره، باید فوش بدی تا براش جا بیفته. البته حیف فوش، اونم از دهن شما از سرش هم زیاده. اون که بله. آیه دکتر، تو همین رابطه مانور یک نامه داریم از هوش، حسین شریعت مداری. بله که مخالف استراتژی شماست. گفته با برادرای لاریجانی و احمد خاتمی و اینا نظرشون اینه که ما نیازی به این کارا نداریم، ما نیازی به مانور نداریم. نمیدونین که مانور برای نظام چقدر هزینه و تلفات و غیر و ذالک داره؟ مگه گرهی که با دست باز میشه با دندون باز میکنن؟ برای بستن تنگه هرمز وقتی لازم باشه خود مقام عظما میان یه فتوا میدن که عبور از تنگه هرمز حرومه
میکنه اون وقت دیگه میبینی که تو تنگه هرمز قو هم پر نمیزنه. خوش ندارم با این هوش دهن به دهن بشم، هم دستش بشکره هم دندونش. ولی فتوا رو چی میگین؟ یعنی مقام عظما نمیتونه با یه فتوا تنگه رو ببنده؟ اون که بله، فتوای ایشون البته خیلی کارسازه تو مسیر خودش. یه فتوا دادن که فیسبوک حرومه، کاربراش الان دارن از سر و کور هم میرن بالا. گفتن که با انگلیس قطع رابطه بکنیم که تنبیه بشه. الان انگلیس ها از نظام تقاضا میکنن که قطع رابطه رو تا 2013 تمدید کنه که المپیک 2012 شون هم آبرومند و درست حسابی برگزار کنن بره پی کارش. ایشون گفتن که ملت سوریه هوای بشار اسد رو داشته باشه. بلافاصله بشار اسد که سهله، عکس خود ایشون رو انداختن زیر پا. اینه چی بگم، همینجوری برو روش قدم رو. تو مصر و لیبی هم که تا پیام عربی دادن محکم برگشت خورد تو پوز مبارک خودشون. البته الان اگه بگن که کسی از تنگه هرمز تردد نکنه، همه کشتی‌های دنیا سرازیر میشن همینجا، ترافیک میشه مثل چی، استراتژی همینجاست، راه بند دیگه نمیتونن تکون بخورن، کل تنگه بسته میشه با یه فتوای ایشون. آیه دکتر بزن بهادر، شما فتوای مقام عظما رو مسخره کردین، بکنین، هیچ اشکال نداره، حرفا ایشونو همه مسخره میکنن، ولی شما دارین منو مسخره میکنین. در واقع مگه من مسخره شما هستم؟ قربونت برم. تو خیلی از خودت باشه که مسخره من بشی. تو فکر کردی اینجا مثلا نخود کدوم آشی هستی؟ پیازم خوش قاطی میوه کرد. من اگه بخواستم مسخره بکنم خیلی گنده تر از تو رو مسخره میکردم. آیه اصلا دکتر تو کلاس بزن بهادر، وزنی من نیستی. ناکه شما قبول دارین که سر استراتژی نظامو کردی توی گل با این مسخره بازی تو سر مقام عظما در میاری؟